آقای رستمی خسته نباشید، بهتون تبریک میگم. در 1403 بازی خیلی سختی بود و بردید. خدا رو شکر. خب این تماشاچی باید یه هدیه میدادیم، چون آخرین بازیمون رو تو سال 402 بتونیم بندرانگی باخته بودیم. کل بچه‌ها مصمم شدن قول دادیم با تمام وجود این بازی کنیم. خدا رو شکر ما اینکه یکی چقدر افتادیم اولا زیاد جالب خوب نبودیم، تونستیم نیمه دوم با همت بچه‌ها. چه اتفاقی افتاد آقای محمدرستمی؟ والا امسال شرایطی جور شده برای استرس رو بچه‌ها به خاطر شرایط جدولی که هست. ساق بچه‌ها هست، این اصلا نمیشه که ولی اینکه خدا رو شکر ما رو به جلو داریم پیش میریم، بازی به بازی. فینال اول رو تونستیم ببریم، 10 تا بازی هم پیش رو داریم. ان شاءالله 1 به 1 بتونیم موفق بشیم. ولی جایگاه دامون هیچ جا نیست، هممون میدونیم شرایط خوب نیست. ان شاءالله بتونیم ان شاءالله بتونیم مثل سال قبل چند سعودی که تو چند ماه اول انجام شد امسال هم بتونیم تو اوایل ما این تیم رو حفظ کنیم. ان شاءالله یه تیم خوب بسته بشه واسه فصل بعد. حالا امسال سعی کنیم تلاش میمونه دیگه. 100% ما تمام تلاشمون توانمون چه کادر فنی چه بازیکنان هواداران که ماشاءالله همیشه عامی پشت تیم بودن، تمام تلاشمون رو میکنیم که بتونیم ان شاءالله تیم حفظ کنیم. تشکر. زنده باشید. آقای سعید ابراهیمی هستیم. آقای ابراهیمی تبریک میگم بهتون این برد و ان شاءالله که تریک موندگار بشید. برای ما بگید در مورد این بازی. ممنون از شما. خب خدا رو شکر بازی خوبی بود. ما با حمایت هواداران بعد از گلی که دریافت کردیم تو ضد عملا تونستیم این بازی برگردیم با نکاتی که کادر فنی آقای نظامی بین دنیا پیشرفت کردن، بازی رو از جلو برداشتیم و خدا رو شکر با حمایت هواداران تو تمام دقایق بازی هم شما می‌بینید اصلا بی‌نظیرن به خدا. الان یکی از چراغ‌های ورزشگاه روشن و اونجا نشستن. تو این شهر مردم داماش با داماش زندگی می‌کنن، با سپیدرود زندگی می‌کنن. تو این شهر نگاه بیشتری باید باشه به سرمایه‌گذار و به این هوادارا، باید بیشتر قدر بدونیم. شما در نظر بگید کشور عربی تا 10 سال 5 سال پیش ماشین جایزه می‌ذاشتن که هوادار بیاد ورزشگاه. اینجا ماشاءالله هوادار تیم میبازه میبره، هم سر تمریناتمون هستن هم تو بازیامون که خودتون مشاهده کردین. بی‌نظیرم. فقط این برد رو تقدیم می‌کنیم بهشون. ما امشب این برد رو فراموش می‌کنیم و به بازی عقب افتاده با خیبر فکر می‌کنیم و ان شاءالله اون بازی هم بتونیم سه امتیاز بازی رو بگیریم و دست پا از زمین بیاریم بیرون و دل مردم رو شاد بشه. آقا تبریک میگم. ممنون از شما. ممنون از شما لطفاً. قربان شما. آقا تبریک میگیم، سال نو رو با برد شروع کردیم. سلام، سال نو شما مبارک. خدا رو شکر تونستیم بازی رو با همدلی بچه‌ها و کمک کردن تماشاگرها تا دقیقه 90 تشویق کردن و خدا رو شکر تونستیم دقیقه 90 گل بزنیم به ثمر برسیم. نیمه اول زیاد جالب بازی نکردیم باشه، اما نیمه دوم چه اتفاقی افتاد که اینقدر روون و خوب بازی کردیم؟ تیم همدل بود و خدا رو شکر با تشویق تماشاگرها تونستیم ببریم. یه گل خوشگل زدی. خدا رو شکر. نظرت در مورد گل چی؟ خدا رو شکر که تونستیم فقط بازی رو ببریم. خیلی بازی سخت دیگه رو به رو داریم. بازی با خیبر رو چطور می‌بینی؟ ان شاءالله به لطف خدا اون بازی هم میتونیم ببریم. قربان شما. آقای ما تبریک میگیم، سال نو رو با برد شیرین شروع کردیم. سلام، مرسی. من تبریک میگم سلام خدمت شما و بیننده‌های عزیزتون. خدا رو شکر ما تو این مدت تمرینات خوبی داشتیم. خیلی واقعا بچه‌ها زحمت کشیدن، کادر فنی خدا رو شکر دیگه ما زحمتمون رو گرفتیم و تونستیم هوادارا رو خوشحال کنیم. نیمه اول زیاد خوب نبودیم، نیمه دوم چه اتفاقی تو رخکن افتاد که تیم اینقدر خوب روون بازی کرد؟ یه خورده بازی‌ها حس می‌کنم دور بودیم، بعد فشار تمریناتمون هم تو این هفته به خاطر همین دوری بازی‌ها اینا زیاد بود تو تعطیلات. دیگه سر همون یک کم فکر کنم بدنمون سنگین، ولی خب نیمه دوم بدنمون بهتر شد، بری کرد و خدا رو شکر تغییر تاکتیک هم دادیم بین دو نیمه، کمک کرد که بتونیم نتیجه رو عوض کنیم. یه گل خوشگل هم زدی و تیمو برگردوندی به بازی که باعث شد داماش 2-1 بازی رو ببره. مرسی، لطف شماست و زحمت بچه‌ها بود. خدا رو شکر ان شاءالله بازی بعد همین استمرار داشته باشه، بتونیم که داماش از جای اصلی خوش برسه. مرسی.